باشید. یک جان تشکر نمازعلی شیرنیف، تشکر زیاد برادر ارجمند، بی‌نهایت صدایت خسته نباشد برادر جان. همیشه ستاره درخشان باشی استاد سمر. من در نام میبرم میندار هستم که سلامت باشید. خب دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر امروز گفته بودیم که این خاندان نیگیلا آبرومند خرسندی و خوشبختی دارند که امروز این مادر نیگیلا آبرومند اپای صفیه‌بانو می‌نگرد و مهمانان و با دوستان و بخشیش و تمام. یک لحظه که این مادر بی‌نهایت چقدر خرسند و خوشبخت میباشد که جگربندش بالای تخت حضور دارد. انا خرسندی و انا خوشبختی و نیکنام.